مردی به نام اوه و مرد لاغر و قد بلند که نمیتواند بدون افتادن از نردبان پنجره را باز کند. یک رو به 6 صبح است و اولین برف سنگین امسال باریده و مثل یک پتوی سرد ردیف خانه‌های به خواب رفته را پوشانده است. اوه کتش را از روی قلاب برداشت و برای بازرسی روزانه بیرون رفت. با تعجب و ناراحتی می‌بیند که گربه جلوی در داخل برف نشسته. به نظر می‌رسد که شب را همینجا نشسته بود. اوه در خانه را خیلی محکم به هم زد تا گربه بترسد، اما ظاهراً گربه این خیالش هم نبود. همانطور نشسته بود و شکمش را لیس می‌زد. او از این رفتار گربه ها خوشش نمی‌آمد. سرش را تکان داد و پایش را محکم روی زمین کوبید. گربه نگاه کوتاه و بی‌اعتنایی به اوه کرد. بعد دوباره مشغول لیسیدن شکمش شد. اوه دستش را بلند کرد تا گربه را دک کند، اما گربه از جایش تکان نخورد. اوه گفت: اینجا ملک خصوصیه. اوه وقتی دید گربه همچنان بی‌تفاوت نشسته است، کاسه صبرش لبریز شد و با یک حرکت کفش چوبیش را با پا به سمت گربه پرت کرد. راستش خودش هم نمی‌دانست که این کار را از روی عمد انجام داده یا نه. البته اگر همسرش این را می‌دید حسابی از کوره در می‌رفت. البته تفاوت چندانی هم ندارد. کفش چوبی پرواز می‌کند و 1.5 متر آن طرفتر سمت چپ گربه در برف فرود می‌آید، درست کنار اتاقک چوبی. گربه با بی‌اعتنایی ابتدا به کفش و بعد به اوه نگاه می‌کند. در نهایت بلند شد، سمت اتاقک چوبی رفت و ناپدید شد.